به نام خالق زیبایی‌ها، یکی از بناهای عرفانی منحصر به فرد ایران که گردشگران ایرانی و خارجی بسیار را به خود جذب می‌کند، مقبره شاه نعمت‌الله ولی در کرمان است. این بنای زیبا با رمز و رازهای معماری و صحن‌های زیبا و درختان سروقامت برافراشته می‌باشد. یکی از زیباترین بناها و جاذبه‌های مطرح ماهان کرمان در 35 کیلومتری جنوب شرقی کرمان، آرامگاه شاه نعمت‌الله آشنا می‌شوید. سید شاه نعمت‌الله ولی ماهانی کرمانی، شاعر عارف ایرانی قرن 8 و 9 هجری است که سلسله نعمت‌اللهی را در تصرف به وجود آورد. ساختمان اولیه این بنا اتاقی چهارگوش با بنایی در میانه بوده که در سال 840 هجری قمری بنا شده است. ساخته شدن آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی با دستور هزینه احمدشاه دکنی در هند ساخته شده است. پس اگر گذرتان به کرمان خورد، این بنای زیبا را از دست ندید.